رسول اکرم گفتند کسی که اگر بغیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است. از روی آیات ها و احادیث های پیغمبر این صورت در وقتی که وای ابورت میکند الکه همچو قاتل نفس به حساب میرود، یعنی همچو آدم کش به حساب. زن من گفت وقتی سرم تراشید ملا گفت که الکه زن به تو چی شد؟ طلاق شد. سلام علیکم داملای عزیز. زن اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زن اکه را؟ زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست؟ التماس به من جواب پوره دهید با احترام. آیا با زن خود در حمام خانه یک جای غسل کردن باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است؟ کسی که بنان قسم میخورد یا بشیر قسم میخورد برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن باور کن خیانتی در جمعیت کردگی است. سلام علیکم. آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگی خچ تازه کند حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماه که شد الکه جان در بدن این کودک در آورده می شود. از روی آیات ها و احادیث های پیغمبر این صورت در وقتی که وای ابورت میکند الکه همچو قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچو آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهکار نمی شود. دوم، مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا روا است؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت یا خیالش 1 سال حالا که عده پایستن از برای زن است. اینا حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست، یعنی زنش که مرد حقوق دارد کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد وای گناهکار نمی شود. اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهکار نمی شود. 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهکار نمی شود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله ما که میستی پنجشنبه‌گاه زن تا تمام میکنی، بعد 1 سطیل است یا که ممکن یگان ماشین آب است میبری در بالای قبر همون زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنک میکنی، بعد زن میگیری. باور کنی همین همین آدمی با عقل نخواهی رو باور کنه. اینا باور کنی یک خنداور است، نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنک میکنی دیگر. او کایها مردگی است بیچاره، او دیگر در او جسد اگر 1 سال پس برای او را خاک شیدگی است، او را گجاش دیگر خنک میکنی. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنی. برای مرد خدا اجازه داده است کی که میخواهد زن گرفتن بگیرد. سلام علیکم داملای عزیز. زن اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زن اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی الکه زن او برای تو بیگانه میشود. اسلام رخصت میدهد که چی زن اکه باشد چی زن دادر باشد در نکاح خود دراری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر میشود و دستی به زنا میزند و مثال شأن شرف همون اولاد میریزاند، اگر همون برادر یا اکه‌ای که وای در نکاح میدارد این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. سوالی که معلم ها چه از یونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرند باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند. به حد خیانتی کلان میکنند. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چند که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد هر دو در آتش دوزخ هستند.
امروز جزای پاره را دیدیم. با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید، امروز باوری داریم که فرزند من مدینستود خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما را نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگه، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهکار نمی شود، زیرا اگر حاضر ما فرزندان مانده از جهت فرزندان ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنند. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون مدینستود خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهکار هستند، دهنده ها گناهکار نیستند. السلام علیکم. که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین، بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسند. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا با شیر، نان، مزارها قسم خوردن چه خیل است؟ شرک است. کسی که اگر با نان قسم میخورد، با شیر قسم میخورد، با مزارها قسم میخورد، اینها در گناهکار میشود، بی نهایت گناهکار میشود. باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که با نان قسم میخورد یا با شیر قسم میخورد یا با مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتند کسی که اگر بغیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستند. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین 3 قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهکار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید. آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزین پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرتی را ندارد که تو را از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است. سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جای غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام میرود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ است کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است یا نه؟ تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق که زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی یا را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفش هم که نباشد کردنش سنت است.
همون تیغ گرفت یا همون لیزبر میگیرد مثال سری مرد میتراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم، اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر، از وفات پدرم 2 سال گذشت، آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پوره دهید. با احترام خواهر عزیز شما. البته میتوانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نمازخوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی نداره، این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثال سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصری حاضره ما و شما اجازت ندادند که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند. یعنی این ده اجازت ندادند، گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان، در حق پدر و مادر ببخش، انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است.